چی با؟ همه چه باید کن همه چی بیاک شبلت چی میشه بیسکن برد بیگونی هم نشد گوه بود ما هم بیسکن من خدا باید کمی بزنه دلو کشان درونه کشان درونه باید کشان یک بسونی شو دیگه شد دستو خود نه یک تکه برای مهمونت بوده ما برینیم که خواهیم شده باید برینیم همون ما نه داویده که بکار میشه درونه میشه مو روزا کلت خودت های بلو یه باقصه رو خیلی ندارم هم دوزا چکدار
بابا شین بابا بیستا خیلی مرحبا مهمانای عزیز مخلصا از همتون احترامون خواهش میکنم جایهای خود بیاتون تا سرسری بازی دقیقه های با شمار مونده است احترامون خواهش میکنم پیاده‌گردها با جای خودتون پهلوانان و میدان ماشین ها با جای خودش التماس میکنم السلام علیکم همدیاران عزیز اشتراکچیان و هواداران مسابقه بزکشی از روی سرچشمه‌های تاریخی قدیمی خلق تاجیک اسب‌پروری و پایگاه اسب‌های دوند یکی از معمولترین شغل و بازی ورزشی به شمار می‌رود. دوام هزارساله‌ها مردم ما اسب را همچون چاروای نیرومند و سواری خیلی دوست می‌داشتند و تا با امروز هواداران اسب و بازی‌های گوناگون اسب‌دوانی خیلی زیادند. از زمان‌های قدیم تا به حال در همه مراسم‌ها معرکه‌های اسب نقشی مخصوص داشت. شاهان، سرلشکران و اسببازان سوار این چاروای زیبا با قوت شده خود را دلیر و جسور احساس می‌کردند و در هر دور و زمان اسب تحفه بهترین دانسته می‌شد. از روی عنعنه‌های خلقمان بازی‌های بزکشی و پایگاه اسب در مراسم‌های گوناگون برگزار می‌شود و مردم نسبت به پهلوانان چابک این مسابقه‌ها توجه و احترام کلان دارد. در شهر دیهات پنجکین اسب‌پروری یک شغل دوست داشته آدمان بوده. در برابر پرورش اسب در خواجگی کشاورزی صدها نفر مخلصان اسب را دوست می‌دارند و آن را با یک مهری بی اندازه پرورش می‌نمایند. و مقصد رشد ساحه اسب‌پروری حکومت تاجیکستان با قرار خود از 1 دکبر سال 2008 برنامه رشد ساحه اسب‌پروری را برای سال‌های 2009-2016 قبول نمود. برای عملسازی این برنامه قرار رئیس ولایت صبح از 30 ینوری سال 2009 تحت رقم 30 قرار رئیس شهر پنجکین از 27 فوریه سال 2009 تحت رقم 65 صادر شدند و در این سمت رهبران واحدهای ساختاری تشکیلات مؤسسه‌های دخلدار رئیسان خواجگی دهقانی تدبیرهای مشخص را عملی می‌گردانند. از جمله در این دوره در خواجگی دهقانی جمعه آدینه حقیقت زیاد نمودن سرشماری اسب مخصوصا اسب تاجیکی پیش بینی شده در کالج اگراری ناحیه مسجد متخصصان ساحه اسب‌پروری تیار کرده می‌شوند. طبق این قرار هر سال یک مرتبه اسب‌های خصوصی شهر پنجکین در مزایده‌های ولایتی به معرض گذاشته می‌شوند. علاوه بر این در شهر و دیهات پنجکین برای رشد ساحه اسب‌پروری در برابر خواجگی کشاورزی و شهروندان علاهیده که با اسب سر و کار دارند شرایط و امکانیت‌های مساعد فراهم آورده می‌شود. ناگفته نماند که همه چاره‌بینی وابسته به تشکیل بزکشی و پایگاه ناواسطه از منصوبیت آن باید در دایره طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌ها در جمهوری تاجیکستان برگزار شود. در این مسابقه سرآدم پیش از همه ترتیب و نظام، پیشگیری حادثه ناخوش و مسئولیت متصدیان این چاره‌بینی به نظر گرفته شوند. باعث خوشنودی است که در مسابقه بزکشی امروزه پهلوانان از تمام گوشه و کنار تاجیکستان و شهر و دیهات پنجکین اشتراک دارند. بنابراین همه پهلوانان از دوستداران مخلصان مسابقه بزکشی و تماشاچیان سرشمار را به این چاره‌بینی شوق‌آور خیر مقدم می‌نمایند و پهلوانان پیروزی و به مخلصان تبی بالیده آرزو می‌نمایم. با دقتتون تشکر. سلامت و سربلند باشید.
السلام علیکم مهمانان محترم تماشابین از نام همه باشندگان شهر پنجکین آن مهمانایی که از شهر دوشنبه آمدن خوش آمدید میگویم و آن نفرانی که با مهمان ها خدمت کردند به آنها هم تشکر زیاد و از تحت دل با رئیس محترم شهر پنجکین محترم حسن اصلویچ برای همه طرفت دستگیری کردن همین بازی منتداری تمام بزکش های پالانای شهر پنجکین نمیرسانم. رئیس محترم رحمتی کلان همه وقت میخواد سربلند باشید و خدا کشایش کار تیاد و همه آمین کنید که همه رئیس هم چونداز شان آمین الله اکبر. و تماشا بینا همین با فکرم با آدم گپ میزنم با خود هم رمز و همه چیز خاص دارد. من گپی زیاد گفتنی نیستم، گپ یک تا می شود. آن چیزی که معلم فدراسیون معلم کرده است بازی فقط سری دست می شود. خب آن کسی که میخواد که چلبور کند این جای چلبور کشیش نیست. آن کسی عموما همین گفه هم اتون ناز میدونید که بازی سری دست مردانه مهمانایی که از کجا آمدن باز یک بار دیگر خوش آمدن. گپی زیادی گفتنی نیستم. این برای پالوان‌هایی که من میدونم همونو کدامش چلبور میکشد چه میدونید حاضر رئیس محترم گفتن که باید که تمام قاعده ها رعایت کرده شود. از آن جمله همین چلبور، توگون، قیش همین وایران کردن قاعده بازی می شود. دویمش این نامش بوز کشی چقدر که میتونی کش پیش اسب یک کس ندار لجامش ندار. مرحمت میدان از دلیل است میدان ای آماده کردن برای شما مرحمت چقدر میتونید کشید. برای همین همش باید که یک در سطحی بلند گذارد. این خیلی میدان یگان بار این خیلی تشکیله این خیلی مهمانای عزیز پنجکین تاریخش ندیده است ممکن نبیندم بگذار خاکساری نشودم. همش از همه این تشبوسی محترم رئیس شهر پنجکین است. برای همین از تماشابینا از پالوانا همه احترامش برای میدان خالی کن. نمیفهمید همین گپ با دیوار گفتم من نمیفهمید چی خدا خواهد حاضر من میدان دیدم امروز ماشینم نیست یکم سالیم یک تا شتور می شود از نام انوشیروان پالوان از شهر دوشنبه. خدا کند که فرزند همه شما پالوانای تماشابینا با مانند انوشیروان همه خیلی فرزند خدایتان داد. آمین الله اکبر. دامولا حاج یک فاتحه میتن بعد ما اعلانش دام که کنی دامولا ایشون مولا هر دوم بید هر دوم دو کلمه که سخن تیز وقت کم ماندگی گم. السلام علیکم پهلوانان عزیز مهمانان عزیز از دور و نزدیک امیدتان خوش آمدیدتان. چنانه که گفتن منتداری از همه خصوصا مهمانایی که بار دیگر از دوشنبه از خوجند از تمام اطراف تاجیکستان دیگر هستن خوش آمدیدتان. خدا همین روز و همین سعادت همیشه پایدار نگه دارد صلح و وحدت نگه دارد. خدا دعا کنیم که خدا الهی آسمان تاجیکستان همیشه صلح و صفا الهی جناب اعلی در این جماعت دعا کنیم که همیشه پیشرو و پیش قدم و همیشه سربلند باشند. رئیس محترمم که امروز همین بازی یعنی که تشکیل کردن همین تشکیل کردن برای خوشبختی مردم الهی همیشه خوشبخت سربلند باشند. مهمانای از دور و نزدیک اومده پهلوانا خصوصا اومدتون سربلند گشته روید و خرسندی ها روید الهی همین بازی به خوشی گذرد. آمین یا الله. السلام علیکم برادران. خوش آمده مهمانو از دور و نزدیک آمده ولایت حصار سوق من ختلان ناحیه رودکی برادران آمدگی مهمانو اریان محشا آمدگی قوما برادران خوش آمده. خلق پنجکت بسیار خلق خوب مهمان دوستار خوش آمده. بگم تو مهمانداری کردن هزار رحمت. از دور و نزدیک آمده اول زمان تین باشد اله در زمین و آسمان شمس و قمر عاجل و گر باشد. به هر جا که سفر داره سفرها به خطر باشد. تا روز باشد تاجیکستان گلگل شکوفان باشد. برکت ابراهیم خلال در تاجیکستان ازد. جناب عالی پرزیدنت ما نگهبان شود. رئیس حکومت پنجکین هم بسیار آدم خوبند. خدا به قدرش قیمچک نشکند بدل از غم. همین مرده که همین کار تشکیل کردن حاجی رحمه کنم خدا نگهبان شود. اله انت شمس انت مولایی به بندت چی میخواهی به بندت عمری درازی به برکت پیغمبری خدا شود. نرخ از آن ملک آباد بر محمد صلوات غیران بازی آدم فروشی قمچین زنی نشود.
خدا سفراتان را به خطر کند، نرخ ارزان کند، زمان تینج کند، جناب عالی در بالای سر ما و شما نگهبان شود. خدایا خداوندا فرزند طلبا با فرزندای سالیتیاد، بیمارکا با شفاتیاد، سفر بودگی از سفرشان به خطر شود. خدا مردم همه وقت سیر پر نگه داری، حفیری کامل در نظرتان، خوجی خضر نظرتان. الله اگر کشان بدن هزار رحمت در آجر اما کن. قلوانا یک بار دیگر باز تکرار شدم بگم که التماس همین بیادابی نکنید که شرمندگیتون میبرم به خدا. گفتم آنم برای همین این روز نگاه کنید که امروز 14 دکبر بود. ما 18 ساعت کجا وقتی دوشنبه می رفتیم، حاضر 5 ساعت می رویم. این شکرانه استقلال، شکرانه جناب عالی. من حاضر راه عینی پنجگین دید الکی حال نیمی راه نشده است، 40% راه حال بود نشده است. از جای 3 ساعت 1 ساعت می بید. همچنان مهمونا آمده گفتن که پنجگین هم خیلی آباد شده است، شب هم تو گذاشتن. من گفتم اگه حال خیلی نه، حال جاهای اساسی ندید. بعد از خود خود من میبینم پنجگین تماشا میکنن. برای همین امروز پنجگین تمام مردم پنجگین با همین مهمونا از دور و نزدیک فهمیده آمدن که همین خیلی مهمونا آمدید. یک بار دیگر خوش آمدید. تکی بردار. خدا کشایش داد. همین سری بلند خیلی سری بلند خیلی. همین التماسی کردیم، همون التماسو با سزاوار شوید. نشود که ما پهلوان شما آدمی چی گوییم که آفرین پهلوان. الله اکبر کشایش کارتون داد. یک تا شتور از نام پهلوان نامدار انوشیروان از شهر دوشنبه برد تکه هایدو راست برد پرتون دوال ما جای تای کرماندگی هایدو یک تا شتور از نام انوشیروان جان از شهر دوشنبه. حکیم خان اکو از شهر اوراتیپا و همراهاتون بالای ماشین مرامت کنید. اکو حکیم خان روسی کارکم کمان دیدم که مرحمت بالای ماشین با مامو جان بید اکو حکیم خان حاجی عبدالرحیم از رایون رودکی مرحمت بالای ماشین با شطور میدان با همین شمال هم میخواد که شطور گرده. یهش کام نمیکنم بودی شمالی افسری هم کنم گوش کنید سالیم شما یک تا گفت خواهد نمیجه بیست نمیجه تلگرافو میکنید دکتر خب حاضر من امروز حاضر یکم سوالی میبیاد آن آدم هایی که توفه آوردن تشکر. من حاضر اکای نوشاد خوانده میدیم یکم سوالی بیاد خدا خواهد ماشین های پالا گذانده ما که با صدا ماشین مهم نکنم. اکا حکیم خان بالای ماشین بچه تیبت فرقه جان نقدام دیگم شما با سلطان با سلطان بالای ماشین پیش من به آجی بابا الماصف خوش آمدید خیل مکان خوش آمدید بله حاضر یکم سالی بیاد یک چوبنداز دیگه آمدگی از شهر دوشنبه
اگه ساز اسبشون نامده ساز اعلام میکنم من روزی قاکا اومدگی اسبشون کمی که دیر کن حاضر بیاد و پولونو دستاتون شطور به نمیرسد گوار 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 اینجا بیا شطور اومد نه اوهو گوار خدا کشایش کارت تایگو شطور بایگو در پیش ما چکا میکنی فوتی بی پولا انا میمونه بود از شطور همین نصیب کی که باشد آشد برادرها 6 تا شطور می شود 12 تا اسب 20 تا گاو همین تماشابینا شمرده تماشا بده کیف میکنن و فقط نگوید که حاجی دروغ گفت 5 تا بود رئیس سفارش دادن که جفت کن 6 تا من مجبور 6 تا کنیم ها اول قضا چی کنم مقیم میلیاردر چخیر فرقه جان این تو برد این تو هم درست وای اشرف جان هم میمونه پیشوازگی دادو جان هم میمونه پیشوازگی تو میمونه اشهر دوشنبه اشهر خوجان اشهر اسفره اشهر کنی بودم همین رئیس انا فرقه جان میتونیم یا اشتباه لقب دوشا بالای ماشین تایر اینجا نه اینجا تایر بالای ماشین یعنی دو آدم زیاد نبرد من که 2 بار 3 بار گفتم کنی ها پالونا تکت 35 کیلو چی گبی کنی حاضر خدا خواهد من رئیس سپارش دادن چنگم کن میشد ماشین میبلازه هم مهمانه مبین جا هم مهمانه کنی اکو چمپیونات شد همه خمیشد دوشنبه خوجان حصار اوراتیپا کنی بادام نو اسفره اکو با فکرم اسبای دوشنبه نفساتو میبرن امروز شما نه زورش گردن ای دکتر اینجا خارج کن شما زورش سلام علیکم این رحمت شما زحمان قبول کنید اینو بس این کام کنید کنی شما لیتون مانا مهمانای از اکا یک کنی اینا کنی مانا منبر مونده شما لیتون خلقه جان اکا دکتر همه کسی شما لیتون کنی پالمونا شطور نزدیک اگمون معرفی بودرین کلی هم موندن بید کلی مهمونه آدمای بیکله نمونه بودیم ماشون رو اومد دکتر ما التماس تماشابینای محترم این قدم ما زحمت کشیدیم که شما هم بازی دایره کنید ببرید از میدان یک خبری خوش و فکرم که
از این زیاد خبری خوش نمیشد برای امروز مخلصای پالمانو. همین رئیس محترم گفتن که اگر همین بازی نگذرد روز 21 در ماهیان، روز 1 ینوار در یوری اجازت میدهم. رئیس محترم گفتن من از نام رئیس گفتم حق دارم چون من رئیس فدراسیون. برای همین با احترام و احتیاط کرده از دو بازی با محروم نشوید. فعل رئیس نقض میدونم همتون. میبینم که گفتن بعد 7 سال 2020 ما میبینید. رحمت کنم رئیس محترم، خدا کند که همین همه وقت همین خیلی خرسان باشد. الله اکبر. ها این چی گپ شدی؟ وای اسب گشتم داخلش نکوی. майдон ма якта штур аз номи ануширавон полвони майдон худо ҳамвақт сарбаланд бошанд аз шаҳри душанбе. полвоно полвоно Rozibboy polvon asli boboy Murodali kani hagu polvon nishon ba shtur kuragi xujon bag'alti dozir ba دوستان عزیز برای همین جوانمردی همین یک تا شتر موندن همین پالوانی که انوشور ما علم بالاش به یک تا گو بالاش به پالوانا بالای شتر به یک تا گو خداوند کریم کند که انوشیروان برای خلق و ملتش خدمت کند. اولادی انوشیروان برای مردم تاجیک همه خدمت کردن که از اینجا هیچ کس کردن نمیتواند. اوه دست کمانده سعدالله همه خدا همه شطور صاحبش به نصیب کند. انوشیروان پالوان به نصیب کند. نصیب پالوان خوش آمدید وایم خالی کو همینجا و فرم پوش نمیم فرم جنگ پوش دست پالوانا بالاش به یک تا گاو زیاد شد. یک تا گاو بالای سالم انوشیروان با اینجا کارولی هم هست، لکسوس هم هست، تایوتا هم هست، پرادا هم هست، جیسیم هست، جیمیس هم همون باز است با بالای سالم انوشیروان پهلوان با خدا عمرشان دراز کند. سزاوار نام پدر باشند. یک تا گو پالوانا این کنین تا یک ساعت 10 بار میموندم کجا شدیم پالوانه پنجکی
مهمانداری مایدون با من هم فرمی که امداز دست از یک دوستمان غیب الله پهلوان از مایکتا کشید بوز کشید چقدر میتونید همه خدا کشید دیگه آدو باز کدید اسرار پالمون یک متر دیگر مون اسرار پالمون اسرار پالمون الماصف زنید اسبا اسرار پالمون خدا کشایشی کار دید کنی اسرار پالمون اسرار هگه اسرار پالمون هگه شد اسرار پالمون از شهر دوشنبه اسب رستمی امام علی کنی اسرار پالمون نامی اسب کبرا اسرار مبارک شود شطور گوات قطی پالمونای محترم یگون کمبودش بود باشد که من یک شطور آوردگی من شش شطور آوردگی کنی اسرار پالمون مبارک شود برادرای عزیز تماشا بینان کامرای تماشا کنید اسب از شهر دوشنبه اسب رستمی امام علی خدا کند که رستم با مانند رستم همین خیلی نام سزاوار باشد سزاوار نام پدر باشد چیزی که پدر تاجیکستان خیلی آباد کردن در آینده همین فرزندان برای خلق خدمت آمی الله اکبر اسرار آمده شطور تایت گیر اگه اسرار شطور گاه بالای ماشین است چه کاش چه کاشا وای اسمی کار کنم نگیمی اسمی پالمونای محترم گوش کنه تکه بردار گوش کنه دویم سالیم گوش کنه پالمونا حاضر رفتگی یک تا اسب یک تا گو از نام لطفالله پالمون این هم از شهر دوشنبه هگو پرتا انا اکی خوشمراد از شهر دوشنبه برنده کردن کجا با شما آواز از خودتون گم پالمونای محترم تماشا بینای عزیز حاج خوش آمدید بالای ماشین بید حاج عبدالرحیم که از رایان رودکی سالمی که حاضر آمد تکرار به تکرار میگویم که اسب لقبی یا با نام کبرا از شهر دوشنبه اسب رستمی امام علی سالم انوشیروان جان بود از شهر دوشنبه بود خیلی من شهر دوشنبه رفت خدا بشکر سالم که حاضر میدان رفت از نام لطفالله پهلوان این هم از شهر دوشنبه یک تا اسب یک تا گو بولاش به $100 اگو آور بگم حاجی بابا چخیر حاجی بابا چخیر زور می اسرار چخیر نشتم
سلیمان من میکروفون شما میدم برنده شهر دوشنبه اکای خشمراد یک تیام که از کنی و اینجا شما کجا هست یا شما میتونم اینجا بپیاده اکای خشمراد ماشین تیز هایدو اسبا اومد هایدو سالم میدان بودگی یک تا اسب یک تا گاو بولش به $100 از نام لطفالله جان از شهر دوشنبه اگه انیقش هم از شهر حصار اگه این میکروفون بلندویی که داد در روز بزکشی دیگه طاقت کردن نمیشه چیزی که از گفتم حاج عبدالله بالای ماشین برامدم می کنی بیان جمشید تو اینجا هستی دکتر رحمتی کام همینجا رو گرفتار استید حاج عبدالله خوش آمدید ما باشه حاج گوش کنید حاجی عبد سلیمان خوش آمدید جاتون یاد برامده بالا جا میتن شما با گوش کنید ابا حسنتون تا آورده دعای نکنه نستان خلونا تیار می؟ یک تا اسب یک تا گو $100 از نام لطفالله جان از شهر که خشمراد کنید اینجا بید آفرین از شهر دوشنبه آمدنده نبینید شما من به همه این بیلو من این تو کتی بید این تو اگه شما این طرف کتی راست کام طرف اگه شما ما همونجا گفته میمونیم دیگه نمونیم دوشنبه روید جانجان که گرپی نست که امید گرپی نست هم مهمون امید مهمون جگه اکا اینجا بیا اکا خشمراد میبرید اکا خشمراد خوش آمدید سالم اولا یک اعلام میکنید می مرحمت شما نظمی درست می главный судья федерации байналмилалии осиёи миёна ака хушмурод омдан ман ҳозир аксхона ака хушмурод медим марамад ассалому алайкум тамошабинон азиз мухлисои бузкашӣ ман имрӯз дар ин диёр зебо шаҳри панҷакент як рӯзи хурсандӣ ҳамаи шумо дар ин диёр зебо шаҳри панҷакент хуш омадед шаҳри панҷакент кӯҳи баланд дорад обу равон дорад халқи меҳмондӯст дорад аз номи мардуми шаҳри панҷакент ҳама меҳмоно айдури наздик омадагиҳо бори дигар хуш омадед имрӯз дар маъракаи мо тамоми чавандозои номии ҷумҳурии тоҷикистон ҳузур дорад аз шаҳри душанбе вилояти хатлон ноҳияи тусузодаи ҳисор вилояти сух шаҳри хуҷанд шаҳри конубодон шаҳри исфара ва давлати исломи афғонистон давлати қирғизистон дар маърака чавандоза ҳузур дорад ҳама чавандоза хуш омадед имрӯз дар ин майдон чавандоза яке гуфти раис бобо ки санъати бузкаширо намаён мекунад дар ин майдон мана яки майноза
از شهر دوشنبه از نام انوشیروان پهلوان مانده بودند. یک شتر، یک برزگاه بود. شهر دوشنبه اسرار چونداز از شهر دوشنبه اسب رستم پهلوان لقب اسکاب رقتی حلال کرد. هزاران آفرین ای اسرار چونداز بر این هنر و صنعت والات. داغوی تستم تا قیامت الها خم نگردد دست بالا. های کن چونداز، های کن